ایثار چجوری به وجود میاد، اصلا چرا شکل میگیره؟ این تله از دوران کودکی ما شکل میگیره، یعنی که توقعات و انتظارات بیجا و بیش از حد افراطی بوده‌ای که والدین از ما داشتن و ما به دنبال تایید و رضایت و خوشنودی والدین بودیم، باعث شده که این تله ایثار توی ما شکل بگیره و حالت خدمت‌رسانی افراطی برای دیگران داشته باشیم. مورد بعدیش اینه که من نقش والد داشتم توی دوران کودکی، به جایی که کودکی کنم و توی سن خودم باشم، بیشتر نقش والد داشتم. حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که چرا من نقش والد دارم. یکی از دلایلش میتونه مثلا ناتوانی یا معلولیت‌های جسمی پدر یا مادر بوده که از پس حالا مسئولیت زندگی برنمی‌آمدن، من مجبور بودم که اون حالا مثل والدگری داشته باشم و از اونها مراقبت و حمایت کنم. این باعث میشه که تله ایثار و از خودگذشتگی از دوران کودکی در من شکل بگیره.